سفر زندگی. عالم در مسیر سفر وارد شهر شد. میگوید دیدم بچه های شهر مشغول بازی هستند. با خودم گفتم این بازی بچه ها حکمتی دارد. تا غروب ایستادم. غروب بچه ها یکی یکی رفتند. یکی از این بچه ها خانهشان نزدیک میدان بود. درب خانه را زد. مادر، منم، در را باز کن. مادر صدا زد. باز نمی کنم. چرا مادر؟ چون که هر شب دیر میایی با لباس های کثیف و پاره که هی باید بشویم و بدوزم. من دیگر خسته شده ام. در را باز کن مادر، شب است. مادر. هرچی این بچه داد زد فایده نکرد. پیش رفتم. در را زدم. مادر در را باز کنید. من یکی از علما هستم. مادر در را باز کرد. مادر، این بچه را برای چی به خانه را نمیدهی؟ گفت برادر، خسته ام کرده. از بس که هر شب دیر خانه می آید مرا خسته و افسرده کرده. با بچه گفتم با من قول میدی که دیگر شبها دیر نیایی؟ لباست را آلوده نکنی؟ گفت بله. گفتم برو خانه. بچه رفت داخل خانه. صبح که آمدم در کنار میدان منتظر شدم. دیدم درب آن خانه باز شد. بچه دوباره بیرون آمد. چیزی برای مادرش آورد و سپس رفت با دوستانش بازی کند. یادش رفت که دیشب شفاعت شده بود. دوباره تا غروب بازی کرد. تمام روز بازی کرد. حالا دیگر شام شده بود. با دوستش گفت می توانم امشب خانه شما بیایم؟ دوستش گفت نه بابا، پدرم راحت نمی دهد. خودم را هم به زور اجازه می دهد تا داخل خانه شوم. با آن یکی دیگر گفت امشب من بیایم خانه تان؟ گفت نه، نکنه می خواهی مادرم ما را بکشد. هیچ کسی بچه آلوده را خانه اش نبرد. هیچ کسی نمی خواست بچه آلوده را به خانه اش ببرد. با غصه و ترس یک نگاه کرد به درب خانه مادرش. طرف خانه رفت. چی کار کند؟ راه دیگری ندارد. هرچی در را زد مادر اصلا پشت در نیامد. این زن قلبش را آتش زد. دیدم مادرش رفته بالا پشت بام. از آن بالای بالا به بچهش نگاه می کند و هی اشک می ریزد. بچه هم در پایین زار زار می گرید. بچه نمی داند مادرش چقدر دوستش دارد. بالاخره وقت آدم نمی شود چی کارش کند؟ دیدم طفلک روی شکمش خوابید. صورتش را روی خاک گذاشت و شروع کرد به آه و ناله. مادر این صحنه را دید، نتوانست تحمل کند. دوید پایین، در را باز کرد. بچه را بغل کرد. خاک و گل را از صورتش پاک کرد. پسرک که کمی آرام شد گفت مادر. گفت جان مادر. گفت مادر، من امشب چیز را فهمیدم که تا الان نمی فهمیدم. چی را فهمیدی؟ جان مادر. مادر جان،
هر وقت دیر آمدم خانه برایم غذا نده، با چوب بزن، از غذا محرومم کن. اما مادر دیگر در را بر رویم نبند. امشب فهمیدم جز این خانه ندارم. بار الها، درب خانه لطف و محبتت را بر روی ما نبند. یا الله، درب کعبت را بر روی ما مبند. یا الله، گناه کردیم، بد شدیم، بد کردیم، هرچی کردیم الله سپس پشیمان شدیم، توبه آوردیم، بخشیده شدیم، پاک شدیم. دوباره صبح رفتیم به خاک بازی و ساعت تیری و باز آلوده شدیم. بار الها، دانستیم خیلی بدستیم. درب کعبه را بستی، درب مدینه را بستی، درب خانه های خودت را بر روی زمین بر روی ما بستی. بار الها، پشیمانیم، توبه آوردیم در این ماه مبارک رمضان تا بخشیده شویم. بار الها، فهم این را به ما عطا فرما که جز درب خانه تو خانه نداریم. بار الها، ما را جز به خودت محتاج دیگران نفرما. مگذار بعد از مرگ این را بفهمیم. بار الها، هیچ وقتی درب رحمتت را بر روی ما نبند و ما را محتاج خلق خودت مفرما. آمین ثم آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.